الباب الثاني. باب التوبة. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد! فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، اغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضب. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواه: قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، مفتوحا للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح. زر بن حبیش میگوید: نزد صفوان بن عسال رضی الله عنه رفتم تا از او درباره مسح بر موزه که نوعی جوراب است سؤال کنم. صفوان پرسید: چه چیزی باعث آمدن تو به اینجا شده است؟ گفتم: طلب علم. گفت: فرشتگان بالهای خود را برای طالب علم می گسترانند، زیرا کارش را که طلب علم است می پسندند. گفتم: درباره مسح بر موزه پس از قضای حاجت در دلم شک آمده است. تو از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده ای. از این رو آمده ام تا از تو بپرسم که آیا در این باره چیزی شنیده ای؟ پاسخ داد: آری. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما دستور می‌داد که در مسافرت 3 شبانه روز موزه های من را در نیاوریم، البته از باب قضای حاجت و خواب، نه از باب جنابت. پرسیدم: آیا درباره محبت و میل و رغبت به کسی چیزی از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیده ای؟ گفت: بله، در سفری همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم بودیم. نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بودیم که در این میان صحرانشینی که صدای بلندی داشت رسول الله صلی الله علیه و سلم را صدا زد و گفت: ای محمد! رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز چون او با صدای بلند گفت: بله، من اینجا هستم. به صحرانشین گفتم: وای بر تو، صدایت را پایین بیاور. تو نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم هستی و از صدا بلندی در نزد او منع شده ای. صحرانشین گفت: والله صدایم را پایین نمی آورم. و ادامه داد:
شخصی عده‌ای را دوست دارد ولی در عمل به آنان نمی‌رسد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: انسان در روز قیامت با کسی خواهد بود که دوستش دارد. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم همچنان برای ما سخن می گفت تا اینکه ذکری از دروازه مغرب به میان آورد که پهنای آن یا مسیری که یک سوارکار در عرض آن طی می کند 40 یا 70 سال است. یکی از راویان به نام سفیان می گوید این دروازه در سمت شام قرار دارد که الله متعال در روز آفرینش آسمان ها و زمین آن را آفریده و برای توبه باز است و بسته نمی شود تا آنکه خورشید از آن طلوع کند.